سلام بچه ها، تلفن سیومی دم مدل نو برآورده است که امروز دست ما سیومی 8 پرو قراره که امروز دست ما همه خاراکتریستیکش و گلان فیشکاش هم میفهمونه. این دست ما سیومی می 8 پرو اپراتیو پام 48 گیگ و 128 گیگ پام داره. کاربردش 4 تا فیشکا اساسی اومده که یکم فیشکا مانور داره که اسکانر ابجکت کاپالس در روی دیسپلی. دیمش پروسسور کوالکوم 845 اسنپدراگون. دیم دو تا کامera داره که 12 مگاپیکسل است اون کامera. Diagonal 621 و کاش اکرانش AMOLED. کاش رو میکنیم. اینجا خیلی با مثال دیگه تلفن‌های سیومی همش کاکسی داده دروشه تاچی خود داره و داکومنت. دیگه تلفن‌ها رو وقتی گوی میکنیم و میبینیم که روی تلفن مونده یعنی که این تلفن با پشت اومده یعنی که خوشش میاد باید ایراز ببینید. تلفن برای چی با پشت مونده برای که ما در جدید هستیم کورپوسی پرازرچین داره تمام دل گرده درونش میتوه. ببینید در اینجا همه فونکسیونش اومده کوالکوم که عوضاً این معنای فونکسیون 20000 که داره کولینگ سیستم ای برای ودینای اخراجدنی میگه برای که شما تلفن دم و دم سوسیتو دا استفاده میبرید تلفن گرم شدن نمیمونه نه که دیزاینش در گرم نیست همه ایزی که ما در اینجا ببینیم یکم تایی اورجینال نیست بعد همه ای لیاژه آدمایی که ذهنی چشمشون با قوته میتونن در اینجا یک چند خونه را ببینن و ببینن شتاب کوارتیر سیومی یا که میتونن ببینن که همه تلفن کی برآمده کی اصلا نوید میشه چخولش هم ترانزکشنی به خاطر که همه تلفن ما بزنیم با چرزه همه دل گدای همه تلفن بتوه بعدا روی اکرانمون نگاه میکنیم در اینجا ما بسیار تلفن را میبینیم که همه ایمیل کد در قفاشه به خاطر که قفای این پرازرچنی که هست در اینجا نمودن همراه آوردن در روی اکران موندن پرازرچنی کورپوس یکم فیشکای اساسی همه بده فیشکای اساسی تلفن اسکانر اتپیچاتка пальца که اسکانر اتپیچاتка пальцش در روی خود اکران دیسپلی داخل میشه یه را پیش ما داخل می 20 پرو دیده بدیم برای دباوی کردن اتپیچاتка пальца باید ما در روی اکران کم بجقیم بسته کم تا سخته جدا در کار تا که بقپا اگر که پروست تاک بمونید ایرا قبول نمیکنه اتپیچاتка пальца پرابلما نیست برای که تلفن با مونان دیگه تلفن‌های توپوی rozpoznawanie лица داره که با مثال آیفون نزاویسیما ای طوری که лицо را میقپه ستفویز کار میکنه بشایی که ما امیر rozpoznawanie лица را подключать کردن در اینجا مود میگه که همین конкретно безопасно نیست یا میتونن با واسطه گرافیکی ключ یا که با واسطه صورت شما همه چیزا هوی کنه نکنه یک گپ دروغه این نزاویسیما آیا که شما در تاریکین یا که در لبوی سیتواسیا یا که اچکی دارین شبکه دارین این چیز کار میکنه پیش از rozpoznawanie лица را موندن در شما میگه که تلفن میتونه از پومش گرافیکی ключ یا که پین کد یا که صورت شما تلفن هوی کنن ما این چیز خمون دیده برآمدیم که این چیز دروغه ما مخصوص برای شما دیده برآمدیم که این چیز نیست دروغه Mi 8 Pro e простой Mi 8 фарқият надора просто аҷа камта дополнительный омадаги ами корпусаш прозрачный оперативной памяташ 8 гиг ҳамин фақат дополнительно дига ҳамун чиза камта боиҷа батареяш слабитар кардан ки ба қуввати батареяш 3000 мАч телефон классно сурат мегира камераш дар гап нест основной камераш дутта камера дора ҳадаш основной камера ки дар якҷоягӣ 24 мегапиксел сурат мегирад фронтальный камераш бошад 20 мегапиксел аз ҷиҳати сурат ба камера در توپوی تلفن ها уступать نمیشه. الان کم میگذاریم به طرف مینوس های تلفن که به همین رو نمیشه. گرچند دیزاین دیوونه داره در اینجا باتریش 3000 مAch در ایخ تلفن ها با این نرخ استفاده نمیکنه. ضریت هم وقت احتیاط کردن در کار. بعد وقتی که ما ضریت کم میگیم باید میزنه که تلفن безпроводной заряд кара поддерживать نمیکنه. تلفن классно сурат میگیره. دو تا камера داره هردش основной камерой 12 мегапикселей هردش در جاگی 24 мегапиксел сурат میگیرن فرانتальная камера بشه 20 мегапиксел اجازه камера در توپوی تلفن ها уступать نمیکنه حالا که ما میگذاریم به طرف مینوس های همه تلفن که یگان تلفن به مینوس نمیشه گرچند کورپوسی خوشرو داره دیزاینش در گپ نیست با یک مینوس دیگه در چیه که تلفن защита یا اوو نداره این یک مینوس دیگه همه گرادوسی همه بر تلفن اگه در دمیهاش بولی کم تا بولیکتر نه که دم Mi 8 Pro گرفتن کمتر راوستر کردن دیزاینش